مشوره دادن بر تمامی ملت مسلمه برای دولت خود مشوره دادن لازم است. میگوید که دولت اسلامی یک چند تا حقوق مستمر دارد که برای مدام الوقت است. یکی دعا کردن، اللهم ایدی و مرا، خدایا با امرای ما هدایت بکنی، خدایا دولت ما را مستحکم بسازی، خدایا افغانستان ما را نجات بدی. همین دعا بر فرد مسلمان واجب است که بکنه برای استحکام نجات خود. یکی دوم مشوره دادن، مشوره باید سالم باشد، انتقاد سالم بکنید، در رسانه میکنید، پیش ما میکنید، پیش نه انتقادی که برای و شکست نظام باشد، نه انتقادی که ناسالم باشد. چون شما در رسانه بعض رسانه میکنید و همچنان اطاعت، سمع و اطاعت، شنیدن، گوش کشیدن. علماء کرام میفرماید تمامی امت برای اتفاق کرد، چنانچه ما قبلا تذکر دادم که همین امارات را با نظامهای سابقه اگر بعد از 200 سال تقریبا از صدر اسلام اگر مقایسه کنید قابل مقایسه نیست در این نظامی است که خداوند داده برای ما. اگر برخلاف همینطور نظام اسلامی کسی پروپاگاند بکند در کبیره مبتلا شد، باز عفو از کی میخواهد؟ هیچ کس عفو کرده نمیتواند، چرا که این نظام مشترک بین تمامی ملت است. یا 60 میلیون انسان است، گویا 60 میلیون انسان است. زمانی که یک عده وطن فروشی که کفر پذیرفته بودند و اکتلیغین پرستش میکردند و وطن فروختند و ناموس وطن، خاک وطن، آبرو و عزت وطن، آبروی عزت فرزندان. بدونه که ملت مجاهد افغانستان، ملت مسلمان افغانستان بدون که او تانک تیاره امکانات داشته باشه با دست خالی در برابر ابوالقدرت‌های دنیا دو پیروزی را پی در پی به دست آورده. او جایی است که به قلم زرین به تاریخ نام که شما مجاهدین افغانستان فراموش نخواهد شد.